روز 24 می نخستین کشتی ایرانی حامل نفت به بندر ونزوئلا نزدیک شد. این کشتی در حال به ونزوئلا می رسد که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران شدت گرفته است. کشتی دوم از پنجگانه کشتی‌های ایرانی در راه به سوی ونزوئلا روز 23 می وارد بحر کریب شد. 3 کشتی دیگر اقیانوس اتلانتیک را عبور می کنند. این 5 کشتی از سوی نیروهای ایالات متحده آمریکا مانع ندیدند. هرچند پیشتر واشنگتن گفته بود که پاسخ دادن به ایران را در رابطه با انتقال نفت به ونزوئلا بررسی می کند. پرزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو همکاری و همراهی با ایران را بهای بلند داد و همزمان ایالات متحده آمریکا را در تحمیل دادن اراده خود توسط زورگویی عیبدار کرد. ونزوئلا و ایران خواهان صلح‌اند و حق دارند که در آبهای بین الخلیقی آزادانه تجارت و تبادل مال کنند، گفت مادورو. ارزش عمومی 5 کشتی حامل نفت نزدیک 45.5 میلیون دلار برآورد کرده می شود. پیشتر از این ایران ایالات متحده آمریکا را هشدار داد که در صورت غصب کشتی‌های رو به ونزوئلا پاسخ خواهد داد. ایالات متحده نسبت ایران و ونزوئلا تحریم جاری کرده است. تنش اطراف کشتی‌های نفتکش زمان شدت گرفت که ایالات متحده ماه اپریل ایران را در تعقیب کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس عیبدار کرد.